با درود از استودیوی مرکزی رادیو آزادی، شما برنامه خبری 31 январ رو تماشا دارید. قبل از آن که به خبر و گزارش رجوع کنیم، به سرخط موضوع امروز توجه نمایید. ارد گران شده است. مقامات تاجیکستان سبب بالوروی نرخ ارد در بازارهای کشور را به عامل‌های بیرونی ربط می‌دهند. سبب اساسی این بالانس شدن این خودی بالانس دادن ارد در وای میباشد. غلا در جمهوری قزاقستان میباشد. به امانت مردم خیانت کردن نابخشیدنی است. رهبر الف سرمایه سیری کامیابی این تشکیلات قرضی را باز میکند. انتخاب آدمان، فرهنگ معینی سال کردن، تکنولوژی‌ها همین چیزایی هستند که ما را امروز میکنند. علاج واقعه پیش از وقوع ساختمان در تل و تپه‌های اطراف دوشنبه دیگر ممکن نیست. دادستانی کلی تاجیکستان خانه‌های غیر قانونی را معین میکند. بینا را به حالت اول برمیگردانیم. چی وای فوندامنت دارد، چی وای فوندامنت ندارد. یک هفته باز قیمت خلطه اردی 50 کیلویی نوی اولی در بازارهای تاجیکستان تا 10% گران شده است. یک خلطه اردی که 10 روز پیش در بازارهای دوشنبه از 160 تا 170 سومانی ارزش داشت، حالا تا 175 و 200 سومانی افزایش یافته است. این بار سوم است که در یک سال اخیر ارزش ارد بالا می رود. روز گذشته رئیس خدمات ضد نثاری تاجیکستان نیز افزایش نرخ ارد را تصدیق کرد. سعدی قادرزاده سبب را به عامل‌های بیرونی ربط داد. سبب اساسی این بالانس شدنشان این خودی بالانس دادن ارد در وای میباشد. غلا در جمهوری قزاقستان میباشد. همچنین به گفته این مقامدار فرقیت قربی از ار نیز به بالوروی نرخ تاثیرگذار بوده است. ضمناً نان و محصولات دیگر اردی از مواد اصلی غذای اهالی تاجیکستان به حساب می رود. مقامات میگویند تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غله‌دانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون آن از حساب تولیدات داخلی به دست می آید. باقی احتیاجات خود را از حساب واردات تامین می کند که تقریباً 85% از قزاقستان آورده می شود. مقامات شهرداری دوشنبه وعده دادند که تا آخر سال روان 2 گذرگاه 3 طبقه در غرب شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار میدهند. سال گذشته بعد آغاز کارهای بنیادی ساکنان از آن شکایت داشتند که با بسته شدن راه در انزوا قرار گرفتند. هرچند قبل از این از شهروندان خواسته شده بود که با شرایط نو با تحمل مناسبت کنند. تبری برای یوسفی میگوید همین ناراضگی مردم باعث سرعت بخشیدن به بنیادی استکاده شده است. ساختمان استکاده و یا راه 3 طبقه‌ای در منطقه قریه بالا که قرار است قسمت غربی پایتخت را از تنبشوی به آخر ماشین‌ها رها کند، باید 1 سال قبل از مهلت تا انتهای سال جاری 2019 انجام شود. مقامات شهرداری دوشنبه میگویند این تصمیم دستور رئیس جمهور امامعلی رحمان به خاطر از مشکلات بستن راه سریعتر رها کردن ساکنان محله‌های اطراف ساختمان استکاده در این منطقه می باشد. برای همین قدر ما هم رای با گویدینوف و با پایان رای 82 را ما باید اسفالت میکردیم، با اون خاطر که با وزن تر نشود راه را ما باید کشاد کنیم و 2 تا راه دیگر را ما خودمون هم در نقشه داشتیم. نقشمون بعد سال 20 داموندیم و دیگر راه را سال نقشه داموندیم که با وزن نشود برای همون راه بین کوارتال. قبلا مقامات وزارت نقلیات ادعا داشتند که ساختمان راه و استکاده در محله قریه بالای دوشنبه به ساکنان مشکلی جدی ایجاد نکرده است. ادعایی که ساکنان نه تنها آن را تکذیب میکردند بلکه شکایت داشتند که ساختمان این راه به کلیه روزگارشان تأثیر منفی گذاشته است. فکری خلقم کنن تیزتر سوز کنن یا طرفش کفتیم پرتفتیم کار نکردستن یا سکاری میبیایا پژار نمیبیایا نزمیستون همه پلیتا یا کی وای میمونن با کجا میگذره هم سکاری با کجا میگذره. در اطراف ساختمان راه 3 طبقه‌ای از محله 82 تا محله بیمارستان قریه بالا نقطه‌های زیادی تجارت و خدمترسانی فعال است. اما طول کشیدن ساختمان راه 3 طبقه صاحب ملکان آن نقطه‌ها را نگران کرده است. زیرا در طول جریان ساختمان تجارت دکان و مغازه‌ها به صورت بی‌سابقه کاهش یافته است و تعدادی از آنها در خود را بستند. به خاطر سودای ما خوبتر بود، راه را که محکم کردند و کمتر سودا کمتر شد. هستن کلینتوی پسانی هستن که میویند. طرح راه ماشینگرد ترکیبی که پایتخت را به شهر تورسونزاده میپیوندد ماه فوریه سال 2018 شروع شده قرار بود تا ماه سپتامبر سال 2020 ساخته به استفاده داده شود. بنیاد استکاده نو بخش از نقشه گیم پلان یا بازساخت کلی سیمای شهر دوشنبه است که دوام بیش از 10 سال اخیر عملی می شود.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هفته آینده با یک سفر 2 روزه وارد دوشنبه می‌شود. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که ملاقات سرگئی لاوروف با پرزیدنت تاجیکستان و رهبر وزارت کارهای خارجه این کشور در نظر است. جانب‌ها جریان آمادگی‌ها برای دیدار و ملاقات در سطح عالی دو کشور را با نظر داشته نقش مهم تاجیکستان در سپد و سرحد طولانیش با افغانستان بررسی می‌کنند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که 2 روز پیش معاون وزیر کارهای داخلی روسیه گفته بود جنگجویان داعش به طور گسترده با چرخبال‌های ناشناس از پاکستان به مرزهای تاجیکستان انتقال می‌یابند، اما بعداً وزارت کارهای داخلی روسیه اظهارات بحث برانگیز ایگور زوبوف را شرح داده گفت که اطلاعات بیان داشته نظر شخصی او بوده، موقع رسمی این نهاد نیست. کاربران ارجمند آزادی ویدیو، آنهایی که نوار و عکس و یا خبر عاجل دارید با رقم پلوس 420 724 056 681 به واتساپ و وایبر بفرستید. یادآور می‌شوم که این رقم نه برای زنگ‌های تلفنی بلکه پیامگیر است، یعنی بعد دریافت مواد از شما ما با شما در تماس می‌شویم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در حالی که چند سال اخیر نظام بانکی در تاجیکستان به بحران پیچیده است، الف سرمایه یک تشکیلات قرضی کار خود را موفقانه پیش میبرد. این مؤسسه مالی 5 سال پیش به فعالیت آغاز کرده و بر پایه معیارهای بانکداری اسلامی به مشتریانش قرض میدهد. عبدالله قربانوف رهبر الف سرمایه در یک صحبت با مولرجب یوسفی دیدگاهی خود را درباره عامل‌های بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن بیان کرد. ما از اول خیلی صرفه‌کارانه کار میکردیم. کشاده‌شوی یگان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بیناهای کلان، الکی خیلی آدم آنجا کار میکند، تمام تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشاده میشدند. کشاده‌شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجرچه خردکک در 5م آشیانه یک بینا 2 نفر و 2 نفر نصف روزی 2 نفر روزی پره یک به یگان وای گذشته بود و از همان دوره ما صرفه‌کار و بسیار دقت میکردیم به خراجاتمان تا امروز. به نظر شما سبب‌های اصلی به بحران رفتن نظام بانکی و به کسادی دچار شدن کلانترین بانک‌های تاجیکستان در چه است؟ در مثال تاجیکستان الکی چندین صدها شاید مقاله‌ها و آنالیزهای بودند، تحقیقات‌های بودند که سبب‌های بحرانی خصوصا ساحه بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض‌هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشد و غیره و غیره. اما اگر تحقیق‌کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت‌های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفرها را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین ساحه باشد. بانکداران سابقه‌دار و بخصوص برخی از مؤسسان بانک‌های خصوصی در 2-3 سال اخیر از وجود بعضی بازی‌های پس پردگی صحبت کردند و محض همین مشکل را یکی از سبب‌های اصلی به بحران رفتن نظام بانکی خوانده بودند. برخی هم درباره فشار و درباره از خودکنی تجارت موفق هم صحبت کردند. شاید استثنا باشد، شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیز مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است. یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان این بلند بودن فایزهای قرضی برای صاحبکاری گفته می شود. این مسئله هم به قبل یک ترمز و یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما تا کجا درک این مسئله در سطح تصمیم گیرندگان نظام بانکی تاجیکستان وجود دارد؟ این همه خوب درک میکند. همینطور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد به همین چیز نگاه کرد. با فکرم همه درک میکند، از بانک ملی تا مقامات های دخلدار کوشش میکنند که فایزها پس شوند، اما
ایره برای سنئی برای مجبوری کردن مسئله را حل نمیکنن. شکل کامل صحبت عبدالله قربانوف بانکدار موفق توجیک رو میتوانید در www.azadi.org پیدا نمایید. من برنامه را ادامه میدهم. دوستان کل تاجیکستان میگوید منزل‌هایی که در تل و تپه‌های اطراف پایتخت غیر قانونی بنیاد شدند تفتیش و در حال ضرورت تخریب خواهند شد. در دوام چند ماه اخیر الکی ده‌ها صاحبان این گونه منزل‌ها آگاهینامه گرفتند. باشندگان برخی از این خانه‌ها در صحبت با شادمانی یتیم گفتند زندگی در چنین منزل‌ها از ناعلاجی است و اگر سرپناه آنها تخریب شود جایی برای رفتن ندارند. فقط با ترس لرز خواب میرم که حال خونم چپه میشه. ترسی عدالت احمدова بعد از چپه شدن این قسم دیوار منزلش بیشتر شده است. منزل این ساکن محله سرخاب دوشنبه ته کرسی ندارد و الکی از بارشات زیاد قسمی از دیوارهایش خراب شده‌اند. این خدا رحمتی خوجاینم سوختگی بود وریمیانکا که خیلی اگر وای شدیم اگر ساز شدیم خیلی بعد بخونه بعد ساز میکنیم که کسل رک شد مرد. مثل عدالت احمدова صدها نفر در تل و تپه ها خانه های بدون ته کرسی یا در نزد جری ها بدون رعایت طلبات معماری منزل ساختند. قسمی اگر در دوره استقلالیت ساخته شده باشد قسمی دیگر 60-70 سال پیش بنیاد شدند. منزل سایمه ملایی و 50 سال پیش بنیاد شده است. هرچند خانه اش ته کرسی دارد، به ترتیب ساختن منزل های محله باعث جمع‌شوی آب برف و باران و در نتیجه تخریب قسمی از منزل شده است. نویسو هم چپه شده و برف باران آیوی همسایه‌ها خیلی ویرانه شدن. اوسو پشت خونم خیلی. خونم چند بار گشتم حکومت رفتم شکایت کردم. هیچ که ناومد. یگان بار نگفتن که خیلی. از بس که ساکنان منزل‌های استقامتیشان را بیمه نمی‌کنند، هنگام تخریب یا دیگر آفت‌ها از هیچ کجا کمک یا جبران گرفتن نمی‌توانند. با تأسیس یک کمیسیه، نهادهای مسئول دولتی خانه‌های تل و تپه‌های شهر دوشنبه، حصار و ورزاب را می‌سنجند. و گفته مسئولان کمیته ساختمان و معماری از یک طرف آشکار کردن ساختمان‌های غیرقانونی و تقسیم زمین باشد، مقصد دیگر معین کردن خانه‌هایی است که بدون رعایت طلبات ساختمانی بنیاد شده‌اند. این کمیسیه زیر نظارت دادستان کل در 3 ماه نزدیک 220 حالت غیرقانونی بودن خانه‌ها را آشکار کرده است. کدام بینایی که غیرقانونی ساخته شده است، ما حتما بینا را به حالت اول برمیگردانیم. چی وای فوندامنت دارد، چی وای فوندامنت ندارد. قانون چی را طلب میکند، ما اجرایش قانون را نظارت میبریم و اجرایش آن را تامین مینماییم. مقامات میگویند به ساکنان آگاهینامه فرستاده ساختمان را در تل و تپه‌های اطراف دوشنبه منع کردند. اما برخی ساکنان بیم دارند با تخریب بیناهایی که 10 سالها پیش بدون طلبات ساختمانی بنیاد شدند به جای زیست میمانند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. و دادگاه حربی گارنیزون خوجند یک افسر پلیس را به 13 سال زندان حکم کرد. شهرت شمس‌الدینov سابق کارمند اداره پلیس خوجند در شکنجه کامل خوجا نظرов ایبدار دانسته شد. خوجا نظرов عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در نویای 8 بعد رهایی از بازداشت ماه اکتبر سال 2017 خود را کشت، اما قبل از این او در یک ضبط صدایی گفته است که مفتشان هنگام بازپرسی او را عذاب و شکنجه دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. بعد آشکار شدن این نوار مقامات تاجیکستان به ضد 3 کارمند نیروهای قدرت پرونده باز کردند. در پی این شهرت شمس‌الدین فرار کرد ولی او را آخر سال 2018 در قرقیزستان دستگیر نموده و به دست مقامات انتظامی تاجیکستان سپردند. برای امروز برنامه خبری را پایان میبریم. اگر شما شاهد حادثه فوق‌العاده شدید و عکس و نواری جالب و مهم دارید برای ما بفرستید، ما با شما حتما تماس میگیریم. گزارش‌های رادیو آزادی را در آزادی ویدیو تماشا کنید. سامانه ما www.azadi.org نیز در خدمت شماست. فردا تماشای نوید بمبدادی را در صبح بر وقت فراموش نکنید. خدا نگهدار.